سعید ابراهیم رئیسی و گمان می‌کنند صدای ملکوت را برای همیشه قطع کردند. آیا نمرود و فرعون و قارون بر ابراهیم و موسی و عیسی پیروز شدند؟ قرآن توهین به عقاید و باورها را qaytarishda tarjima ketishini ko'rsatib bermoqchi. احترام به ابراهیم و موسی و عیسی را احترام به وجود رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم Kiril tilini tanlaysiz. می‌داند. Xohlasangiz arab tili. و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم fransuz tili, rus tili, ispan tili, xitoy tili. Bular hammasi birlashgan این مفاهیم وحدت بخش و تعالیم متعالی ایران پرزیدنت قرآن و الهام بخش، انسان ساز، جامعه ساز، تمدن ساز Qur'oni Karimni shu tribunada ushlagan holda hozirda mana Eron prezidenti ham islomofobiyga qarshi o'z nutqlarida juda katta pointni aytib o'tmoqdalar. تا زمین است و زمان باقی است. آتش توهین آپارتاید فرهنگی در صورت‌های مختلف خود از جمله سوزاندن کتاب مقدس قرآن تا منع حجاب در مدارس و ده‌ها تبعیض شرم‌آور دیگر شایسته پیشرفت‌های انسان معاصر نیست. پشت پرده این نفرت پراکنی‌ها طراحی بزرگتری وجود دارد و تقلیل آن